با وجود اینکه ایران کشوری که بیش از 90 میلیون نفر جمعیت داره، در ایران فقط 2 جناح و قطب سیاسی اصلی وجود داره. علیرغم اینکه اسمشون چیه، هیچ کدوم به درد بخور نیستن و این دوگانگی سیاسی معناش اینه که تو هیچ گزینه جدیدی نداری و معمولاً به کسی رأی میدی که کمتر ازش بدت میاد. از بین بد و بدتر داری انتخاب میکنی و یا یکیشون وعده این میده که تو باهاش موافقی و مجبوری به خاطر اونم که شده بهش رأی بدی. البته این در صورتیه که اصلاً بخوای رأی بدی. بیشتر مردم با قدمای سیاسی آشنا نیستن و صرفاً فقط یه چیزی شنیدن به اسم چپ و راست که مطمئناً کسی هم معنیش رو نمیدونه. تو دنیای واقعی تو ایران کسی ازت نمیپرسه چپی یا راست. صرفاً تنها چیزی که میدونن اینه که ضد نظامی یا طرفدار نظام، یا اینکه چپ هرگز نفهمید، که مطمئناً اگه ازشون بپرسی چپ دقیقاً چه چیزی رو نفهمید، به شما هم میگن چپ. شاید فکر کنید چپ و راست در ظاهر دو قطب مخالف و متضاد همدیگه هستن، از سایه هم با تیر میزنن، اما در واقعیت بیش از اون که فکرشو بکنید با هم اشتراک نظر دارن. برای مثال هر دوشون فکر میکنن وضع الان کشور تقصیر اونا نیست و اگر اون یکی گروه میذاشت ما الان ژاپن بودیم. اما حقیقت اینه که فقط چپ یا راست نمیتونه عقاید سیاسی یک فرد رو به طور کامل نشون بده. قدمای سیاسی میتونه بهتر و دقیق‌تر تفکر سیاسی رو نشون بده و برخلاف این که طرف صرفاً چپه یا راسته، میتونه طرز تفکر فرد رو در مورد سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های اقتصادیش ببینی و مهمتر میتونی ببینی عقایدت در مقایسه با دیگران کجای نموداره. داخل این نمودار هرچی به بالا بری نقش دولت بیشتر میشه و هرچی به پایین بری دولت کوچیک‌تر میشه. هرچی به چپ بری عدالت و توزیع ثروت و حمایت از طبقه پایین و هرچی به راست بری قدرت بیشتر برای بازار آزاد و کاپیتالیسم. حالا بذار نقاط قوت و ضعف هر کدوم برات به زبان ساده توضیح بدم. اقتدارگرای راست، برترین ارزش اقتدارگرای راست فضیلته. خوبی ها، هر کس میتونه آرمان‌های والای خودش رو دنبال کنه. بدی ها، من و رفقا تشخیص میدیم اون آرمان‌های والا چی ان. اقتدارگرای چپ برابریه. خوبی ها، همه به طور برابر در همه چیز شریک هستن. بدی ها، چیزی نیست که بخوای در شریک شید. آزادیخواه چپ همدردیه. خوبی ها، چیزی که مال منه مال توه و چیزی که مال توه مال منه و همه میتونیم همو دوست داشته باشیم. بدی ها، زن دوست به سر داره. آزادیخواه راست آزادیه. خوبی ها، ثروتمند بیش از حد پولدار میشه و فقیر میمیره. بدی ها، به طور خلاصه اقتدارگرای راست میگه اگه مشکل من نیست بذار همونطور که هست باشه. اقتدارگرای چپ میگه اگه همه برابر نباشن بهتره هیچ کس خوشحال نباشه. آزادیخواه چپ خوش برخورد، حشری و بی پوله. آزادیخواه راست میلیونرهای الکی ناراحتن. خلاصه با قدمای سیاسی میشه فهمید در عقاید سیاسی یک فرد چیزای بیش از فقط راست یا فقط چپ هست. برای یک نفر که راسته میگه همه آدمای چپ سر تا یک گرواسن. چپ هرگز نفهمید، اما این سادگی نیست. برای مثال آزادیخواه چپ میگه میدونی کمونیسم به نظرم خیلی خوبه، همه با حقوق برابر با هم در یک محیط زیست سالم زندگی میکنن. به نظرم همینو در تئوری خوبه اما بد اجرا شده. اما اقتدارگرای چپ میگه آره ولی خب ضروری بوده. و مشابه این افراد راست به دید چپ همه یکی هن. اقتدارگرای راست میگه میدونم که مردم متفاوتن و هر کس باید حق داشته باشه که هر طور میخواد زندگی کنه، فقط ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگ من داره از بین میره و ای کاش مردم میدونستن قدیم همه چیز چقدر خوب بود. 10 میلیون سال پیش این عربا داشتن ملخ میخوردن و ما امپراتوری داشتیم. آزادیخواه راستم تو دبی با دشداشه عربی با فراریش در حال اشغال کردنه. اشتباهی که اغلب ملت میکنن اینه که فکر میکنن همه آزادیخواها گین، در صورتی که یک تفاوت جزئی این وسط وجود داره. آزادیخواه چپ میگه من به همه آدما احترام میذارم چون همه آدما با هر تفکری انسانن، همه آدما با هم برابرن، فرقی نمیکنه زن باشن، مرد باشن، گی باشن یا استریت، ما همه رو دوست داریم. در صورتی که آزادیخواه راست میگه آره بابا همیشه حق با مشتریه، بدو این ور باز، هر کی بخواد بیشتر پول بده و یا به من رأی بده من طرف اونم. حالا اقتدارگرا یه جورایی بیشتر شبیه به همن، جفتشون میخوان کنترل مطلق داشته باشن که چطور کارا تو کشور انجام میشه و مردم چطور رفتار میکنن. اما راست بیشتر رو که اگه اقتدارگرای راست از کاری که داری انجام میدی خوششون نیاد با غم دیکه دیکت میکنن، اما اگه اقتدارگرای چپ از کاری که میکنه خوشش نیاد بقیه رو قانع میکنه که تو غم داری. اگه آزادیخواه چپ زندگیش دچار مشکل بشه افسرده میشه، قرص میخوره
و این تقصیر نظامو به خامنه‌ای فحش میده. اگر زندگی آزادیخواه راست دچار مشکل بشه میگن نه، همیشه یک راهی هست، همیشه فرصت برای تغییر هست. میرن ویدیو انگیزشی میبینن، دوره پولسازی میخرن، با تبدیل میشن به سخنگوی انگیزشی داخل یوتیوب. اینکه شما کجای این قطب‌نمای سیاسی هستید حتی نگاه شما به روابط عاشقانه و زندگی زناشویی ایدالتون رو هم تعیین میکنه. زندگی عاشقانه ایدال اقتدارگرای راست زندگی سنتی دهه 60 خونه ساده، همسر خونه دار حرف گوش کن، چند تا بچه و خانواده مرد سالار کلاسیک. در عوض چیزی که گیرشون میاد 3 ازدواج ناموفقه و یا هم یه باکرن با پروفایل شاه و پرچم شیر و خورشید یا ساسانیان رو پروفایلشون. رابطه ای که اقتدارگرای چپ میخواد یک پسر مذهبی با پروفایل امام خمینی یا قاسم سلیمانیه که با یک دختر خراب غیر مذهبی آشنا میشه که هیچی از این نمیدونه و پسر میاد و به شکل معجزه آمیزی اونو به راه راست هدایت میکنه و در نهایت دختر عاشقش میشه و با هم ازدواج میکنن. اما چیزی که در واقعیت اتفاق میفته اینه که داخل بسیج محلشون یا کلاس حوزه علمیه عاشق همکلاسیشون میشن. رابطه‌ای که چپ آزادیخواه میخواد داشتن یک خونه توی مزرعه دور از هر گونه امکانات شهری و ساخت یک جامعه کوچیک با آدمایی مثل خودشونه تا خودش، همسرش و دوست پسر همسرش در آرامش داخل کلبه کوچولوشون زندگی کنن و غذاشون از مزرعه خودشون تامین بشه. اما این اتفاق هیچ وقت نمیفته چون چندین میلیاردی که برای ساخت این زندگی هالیوودی نیاز رو ندارن. رابطه ایدئال آزادیخواه راست اینه که تا 85 سالگی با 10 تا داف اینستاگرامی روی کشی تفریح توی دبی اشغال کنه و شاید اعتراف بگن خاطر پولش که باشن، نه سرطان سطح 4ش. اما خب اون اصلا میدونه و همچنان راضیه. حالا شاید با خودتون بگید کم کم دارم یه چیزایی از این قطب‌نمای سیاسی متوجه میشم، اما باید بهتون بگم دوستان من فقط داریم روی سطح راه میریم. به خاطر اینکه یک نمودار دو بعدی نمیتونه درست همه تفکرات سیاسی رو شامل بشه، به خاطر همینه که باید بعد سوم رو بسازیم که نشون میده از نظر فناوری پیشرو هستن یا پسرو. حتی اگر ما این نمودار رو سه بعدی هم بکنیم هنوز قابلیت به تصویر کشیدن پیچیدگی‌های ذهن انسان رو نداره. برای همینه که با گذر عمر باورهامون رو باید عوض کنیم تا جلوی اینکه خدای نکرده یک روز فکر کنیم داریم اشتباه میکنیم و بگیره. به این معنی که ما باید فراتر از چند وجهی سیاسی بریم تا به مرحله بعدی برسیم، مکعب 4 بعدی. این مکعب 4 بعدی سیاسی رو نمیشه به یک باور خاص محدود کرد، چون همیشه داخل یک درهم تنیدگی کوانتومی از هم حمایت و هم رد هر نظر قابل تصوریه تا زمانی که ببینید کسی که شما ازش خوشتون نمیاد نظر خودشو میگه و شما مجبور به مخالفتید. به همین دلیله که مهمه تا دیدگاه تمام بخش‌های سیاسی در مورد یک موضوع رو بدونید تا بتونید به بهترین روش مخالفت‌های خودتون رو در هر موضوعی نشون بدید. برای مثال اگه این سوالات رو از هر کدوم از بخش‌های سیاسی نمودار بپرسید این جوابا رو میدن. چطور اقتصاد رو درست می‌کنی؟ اقتدارگرای چپ میگه مالیات رو بیشتر می‌کنم. اقتدارگرای راست میگه هزینه اضافی رو کم می‌کنم. آزادیخواه چپ همه رو متحد می‌کنه برای ساخت کشور. آزادیخواه راست هم با بانک‌هاش 20 میلیارد دلار نقدینگی چاپ می‌کنه و بزرگترین مال جهان رو می‌سازه و بقیه اینطوریه که پشمام ارزش پول رو نصف کرد. قانون حجاب باید باشه یا نه؟ اقتدارگرای چپ میگه حجاب یک اصل مهم ملی و دینیه و باید توسط دولت اجرا بشه. اقتدارگرای راست میگه مخالف حجاب نیستم ولی اجبار دولتی هم نیست، مردم تصمیم میگیرن. آزادیخواه راست میگه حق فردیه، ربطی به دولت نداره. آزادیخواه چپ میگه حجاب سرکوب آزادی‌های اجتماعی و برابری بین زن و مرد و حقوق بشره. زن هم باید بتونه مثل مرد توی ساحل بدون پیراهن قدم بزنن. که البته به طور عجیبی تمام گروه‌ها مخفیانه با این نظر موافقن. با آمریکا مذاکره کنیم یا نه؟ اقتدارگر راست میگه جمهوری اسلامی نیاز سیاست‌های خصمانش در منطقه رو عوض کنه، دست از دشمنی با اسرائیل برداره، محور مقاومت رو منحل کنه و دست دوستی با آمریکا و غرب بده. اقتدارگرای چپ ما با آمریکا اختلاف منافع داریم و احتمالاً سود مشترک وجود نداره، بنابراین بهتره به جای خلاصه کردن دنیا به 5 کشور با بقیه جهان که منافع مشترک داریم کار کنیم. اما اگر خواستن مذاکره کنن مذاکره میکنیم. آزادیخواه راست همین که ما بریم نیویورک و دست بدیم و لبخند بزنیم کافیه. مکدونالد و پیپال و عشقه. تحریم هم بالا برنداشت زیاد اهمیت چندانی نداره. آزادیخواه چپ هم استوری میذاره که جنگ کافی است، بذر دوستی و مهربانی بکارید. حالا شاید به قدمای سیاسی نگاه کنید و بگید حاجی
ملت به چه مزخرفاتی باور دارن. معلومه فقط یک تفکر درست وجود داره. حالا قبل از اینکه تو کامنت ها دعواران بندازید، بذارید تله هایی که هر ایدئولوژی دارن رو بهتون بگم تا داخل یک بحث غیر قابل برد نیفتید و نقطه ضعف هر کدومو بدونید. تله کارت آزادیخواه چپ اخلاقیات و انسانیت بالاتره. نقطه ضعفشون اینه که بپرسی رابطت با پدر و مادرت چطوره. تله کارت اقتدارگرای چپ تظاهر میکنن مثل لیبرالای چپن و اگر باشون بحث کنی توی گونید نمیکنن. نقطه ضعفشون اینه که بگی آمریکا کشور مرفهیه. تله کارت آزادیخواه راست موفقیت، بازار آزاد و کاپیتالیسم. نقطه ضعفشون اینه که سازمان مالیات بدونه چقدر پول در میارن. تله کارت اقتدارگرای راست افتخار به هویت ملی دستچین شده است. نقطه ضعفشون از بین بردن تفکرات تحریف شدهشون با سوالاتی مثل اینکه چرا تمام بچه‌های رضا پهلوی اسمشون عربیه نه آریایی، و یا اینکه بگی فردوسی مسلمان بوده و نه زرتشتی. این سوالا به وحشت میندازتشون. بسیار هم عالی. این باید تقریبا برای یک بحث طولانی با اون یه دونه فامیل که ازش خوشتون نمیاد آمادهتون کرده باشه. اگر این ویدیو به هر نحوی شما رو ناراحت کرده، باید بگم که هیچ کاری نمیتونید راجبش انجام بدید.